ماه دکبر سال 2022 عبدالحمید قربانعلی در محله جبور رسولفی کلاب مورد حمله همسایش قرار گرفت. در حال اویلش خبردار شده او را زود به بیمارخانه بردند. پدر عبدالحمید قربانعلی میرزایف میگوید که آنها هنگام طبابت عبدالحمید به جای شکایت نبردند. آنها به مقامات باور میکردند و فکر میکردند که گناهکار جزایش را میگیرد. ما در فکر سلامتی بودیم، یگان جو شکایت نکردیم، یگان عرض نکردیم. ما گفتیم که البته همه این حکومت در جای خودش عرض شکایت نگاه میکنه و حقیقت کار میکنه. انا بعدی که حقیقت اومده که فهم جاش رسید سود هم نکنن، ما هیچی نمیدونیم که چه سود میبینیم که پروکرور 1 سال و 4 ماه خونده، سود 6 ماه. در همین حال کارمندان پلیس عزیزجان سینبیوف را با گمان حمله دستگیر کردند. پلیس کلاب علیه عزیزجان سینبیوف با ماده 113 قسم 2 پرونده جنایی باز کرد. قرار شد این پرونده در دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدگی شود. در حکم دادگاه ذکر شده است که گویا عبدالحمید از لفظ قبیح استفاده کرده که حمله عزیزجان سینبیوف را برانگیخته است. اما خود عبدالحمید قربانعلی این همه را رد میکند و میگوید که این حمله به اساس بود. من خودم چیز اجازه نمیکردم، من خیلی اومدم اول پسیش کم اومدم خیلی کورچه را دبای همون مردم خیلی زدک دیگه خودم حیران موندم. من خونه دیدم حیران موندم که چی بای من از چی کوکاگی دیگه نفهمیدم برای چی شیده می کار. در جریان مرافعه عزیزجان سینبیوف از دادگاه خواسته است که بررسی پروندهش بدون تحقیق گسترده گذرانده شود. اما پدر عبدالحمید میگوید که آنها را دادرس از این حالت آگاه نکرده است. همین حکمی که برآورده امیر در تلویزیون، در رادیو، در همه یعنی جمهوری یک تا دکدک کنه، شاهدی همسایه ده، شاهدی دولت ده، شاهدی همه یعنی همه همسایه همجا را بپرسن. او الکترولیکایی که در حالت دمو چی بودن او را بپرسن، حقیقت ها ببرورن، حقیقت ها. در نهایت این پرونده 3 مارس به پایان رسید و دادگاه عزیزجان سینبیوف را به 6 ماه از آزادی محروم کرد. از خانواده عزیزجان سینبیوف کسی حاضر نشد قضیه را شرح دهند. پدر عبدالحمید قربانعلی همکنون در حال تجدید نظرخواهی در سطوح بالاتر دادگاه است، ولی دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین شکایت او را رد کرده است. همین است که عبدالحمید دیگر دعوا کردن نمیخواهد. پدرش باشد میخواهد وکالتنامه گرفته قضیه را پیگیری کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.